سلام وقت بخیر دوستای نازنین. خوشحالم که یک روز دیگر از ماه مبارک رمضان فرا رسید که در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، اینجا پل پشتو داخل رود هستیم که نام خدا همون گذرم اوه. به لطف الله پاک سعی کنید که امسال چقدر بارندگی شده که سیل آماده. پل پشتو به ماه مبارک رمضان سیل بیایه خیلی گپیه. خب دوستای نازنین، ما به حمایت شما نیاز داریم. کانال هراتبورگ حتما فراموش نکنیم، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. همین زنگولگه که به گردن شطور نیه، شطور همسایه خاله خوشو بیبیمه علمونه کرنگره که دیگه فشاردیم. همه تمام ویدیوها میتونیم از داخل از اون مشاهده کنیم. رمضانی، افطاری، بالاخره گزارش های شهری، دیا خیر خوشی به دیا میریم، انشالله با کوها میریم. باز به خدمت شما هستیم. از شما خواهشمند دیگه همراه ما باشین که بریم داخل رود آمدین دیگه. بازی بر رود هم بخیر میریم دیگه. بخیر دوستای نازنین، طوری که پیشتر به شما گفتم آمدیم داخل پل پشتو که اینجا میبینین که برادرای امارت اسلامی اینجا تشریف آوردن. فکر کنم که اینجا یا به امیت چکر زده به خاطر که ماه مبارک رمضان یا به کار چیزی دارم. در کنار ما هستم. مولای صاحب سلام داریم به خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله. قربان شما. نام شریف شما؟ نام ما عبدالرحمن منیپور. بسیار خوب. ایر بگیم که به کجا وظیفه داریم؟ ما به لوای زون بخش کماندو. بسیار خوب، پس نزدیکیم دیگه. بله. خب بخش گذره. بله. بسیار خوب. امروز خود دوستا خو همکارا خو آمدیم داخل پل پشتو. موتر شما را می فکر کنم میشورم. بله. خب ما بیام به اینجا چکرزن ماه مبارک رمضان به خاطر که استراحت کنیم. بعد از ظهر باز رسمیات نیه به اینجا تا بیام که استراحت کنیم. بسیار خوب. گپ بزنین که روزم همین چند روزه که گذشته به شما تاثیر بکرده، خصوصا امرو که هم تف باده و هم کمک گرم هوا؟ بله نه الحمدلله ماه مبارک رمضان یک برکت داره که هیچ تاثیر نمیگذاره به سر کسایی که روزه دارن. ان شاء الله هیچ تاثیر نمیگذاره. بسیار خوب. ایر بگیم شما چند ساله بودیم که روزه میگرفتیم؟ ما تقریبا 10 ساله 12 ساله تا بودیم که روزه گرفتیم. دوستای نازنین، خدا کنه تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه دیگه. نیه دیگه گردنم بنده نه. هم ما روزه داریم هم به هفته و سرخ بیامدیم خدمت شما. نه های لالا جان سلام. سلام خوب هستیم. ساعت شما خوبه؟ سلامت زنده باشیم. اسم شریف شما؟ فرید احمد. خب اینجا به چی کار آمدیم؟ اینجا بیامدیم که رود اومده بیامدیم به میله. بسیار خوب. از کجا هستیم؟ از اولسوال شندن. آها، به ایرات به ششتنی آمدیم یا نه؟ نه ششتنی آمدیم. خب چی مدت میشه؟ تقریبا 1 سال میشه. بسیار خوب. بسیار خوب. خود ماه مبارک رمضان اشتنیم از اینکه هوا گرمه. والا خوب هوا خوب پلن. پلن که توشنه و گوشنه نشدیم. حتما. آره. روزه شما اشتنه تحت غیریه یا نه کامل؟ نه کامله. چرا روزه تحت غیری میگم؟
ما چون بچه‌ها میگه تحت غیره. وقت شما چی چیلاکی بودین تا غیره میگرفت؟ آفرین. روز دو تا روز میگرفتیم. 2 روز پیش؟ نه روز 2 تا روز میگرفتیم. روز 2 وقتی که تو شگک بودیم. بسیار خوب. خوب شما ایت نادون نبودیم، به وقتی میفهمیدیم مثلا که چی ساعتی بخورین چی ساعتی روزه بگیریم. وقتی که سر بدیم روزه داشتیم. ماشاءالله بسیار خوب. چند سال میشه روزه میگیریم؟ تقریبا 7 سال 8 سال میشه دیگه. خب شما چند ساله؟ ما 21 22 هستیم. از سند 16 روزه گرفتیم دیگه. به کل وقت گرفتی. خدا یک جایزه هم شما بدم. بسیار خوب. خوب کاروبار شما چیه؟ کاروبار مالا به ایرانه. ایران میریم. کارگریه. کارگریه. بسیار خوب. قوچاقی میریم یا قانونی؟ قوچاقی برات دل من نمیم قوچاقی هم برام. راه خراب شده گرمیه. راست میگی. 2 روز پیشتر اومدم از ایران. خواهش شما به حیث یک جوان خب چیه؟ بعضا دوستا خیلی کم میبینیم ای روزه میام. من مال پیشتر آمدم از داخل شهر دیدم یک جوانی هی سیگار میکشه و دودنم پوف میکنه به هوا. ماستم یک چیزی جلوی می دوربین بزو بگم امیت خواهش کنم، باز گفتم میشه خار بخوره. خواهش شما به حیث یک جوان چیه بریت شخصا؟ خواهش ما اینه که کار خوب نیه، بعدی جوانی تو جوانی روزه میخو که فیرت خونه افتاده او دیگه اشتدلی که روزه میگیره. پیرمرد دیگه زنا افتاده مریضا اونا روزه میگیره. تو یک جوان داخل شهر سیگرت میکشه وقتی یک دو تا جوان دیگه تور ببینه از او دیگه با چیزی مشکل دارن که باز این جوان روزه میخورن دیگه پیرمرد دیگه مشکل نداره. تشکر از شما. بریم افطار خود شما. سلام باش برای خیلی. دوستای نازنین، جا شما خیلی سبز، واقعا پل پشتو یک جا فضایی است که واقعا هم به حساب روزه برای آدم خسته کنیه، هم بغیر از روزه جای تفریحیه و جای استراحت. امروز هم که باز نام خدا رود مگذر سیل آمده که تیر شده وضو بر نمیشه. لالا سلام داریم خدمت شما. شما خوبین بخیر. ساعت شما خوبه؟ شما جور خوبی. زنده باشیم قربان شما. گپ بزنین که خود روزه چی رقمه؟ خوبیم بسیار به تابی بسیار بنشیم. هوای برابریه، جای وقتی برابریه. خوب. الهی شکر، الهی شکر. خدای پاک بیشتر زور و قوت بده که ما و شما بتونیم 6 ماه روزه گیریم. مهمان الله پاکه. بسیار خوب. اینجا که آماده امروز خیلی. بله بیاین تورات گیریم که نماز خونیم بخیر. ماشاءالله ماشاءالله. خب این هوا باز کمک به حساب گل نیه. میشه بریم ساختن جواز داره خیلی لای نیه. بسیار خوب. خب چی رقم امسال تا با پارسال فرق میکنه؟ از چی لحاظ؟ از حساب گرمی. ماه مبارک رمضان فکر کنم امسال هوا سردتره ولی سردتره. سال 10 روز پیش میفته امسال که بسیار هوای سردی برابری، هوای بسیار برابری خوبیه دیگه. حالا که روزه نگیریم جای سستی و تنبیلی آدم دیگه بخوریم. راست میگی. بسیار خوب. شما نگفتیم که از کدو اولوسفلی؟ ما از اولوسفلی بیام به چیز فلان به گذره میشینم و میدم فلان از شهر من ولایت کردشم اینجا. بسیار خوب. به منطقه شما رسم رواج رمضانی افطاری اینام حساب افطاری کو است؟ افطاری میارن ولی به مسجدها چی میارن؟ میارن مثل شوربا میارن دیگه دیگه خرمه کچولی میارن دیگه خدمت شما است. آش و حلوا و حلوا و اینا میارن. همون روزا که سن شما حدوداً 10 یا 12 بوده به دست شما والده یا بیبی شما یک کاسه آشی یا کاسه حلوا دادم که ببریم به مسجد. به در مسجد که برسیدین خود پس کشیدیم. نه بردیم به مسجد. حقیقت. اگر بردیم یک غوری حق داشتین که شما بشینیم افطار خوروا کنیم. چند غوری؟ 3-4-5 غوری واسه این میخواد افطار کنیم. یعنی خود گیج کردیم برات بخوره. خب چند ساعت جلوتر به خاطر همین افطاری به مسجد می آمده؟ 10 دقیقه جلوتر 15 دقیقه جلوتر اشم میرفتیم مسجد.
حقیقت که میگم 2 ساعت 3 ساعت که میموندن میگفتیم چنگ افتریا خطا نکنه. نه این تو ما خود مادم نمیرفتم 10 دقیقه 15 دقیقه که میون بعد از شما. بسیار خوب. رسم رواج رمضانی هم شب به درس را رمضانی میخونم. قدیم بود به وقتایی که ما یادآورم نمیاندیم. نه یعنی به سند شما نبود. نه به جای ما مردم به اینا نمیرفتیم دیگه. بسیار خوب، خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر از شما. بخیر باشین دوستای نازنین. برادران میایم اینجا، هم به میله میایم هم اینجا وضو میگیرم، بالاخره میرم جای سبزی نماز میخونم. خدای پاک هم روزه مار قبول کنه هم نماز مار. از شما هم خواهشمندم که دوستا همراه ما باشین که بسیار امروز واقعیت بگم آن چیزی دیگه به افطار نمونده، برای ما آدم تاثیر نکرده. همین با انرژی ان شاء الله روزه هم داریم، خود شما خود دوستا صحبت میکنیم. شما هم همراه ما باشین. ماما جان سلام. علیکم السلام. ساعت شما خوبه؟ سلامت باشه قربان. زنده باشه. ما بیامدن دیدیم شما اینجا برای نما خویم. خیریت باشه. خیری است. روزه داریم ان شاء الله. ماشاءالله نام خدا بیازوی. خب روزه شما رو برده بید که خویم یا نه مونده شده بیدیم؟ مونده شده بود. خب روزه تاثیر نکرده به شما؟ روزه نه فضل خود. الهی شکر. این اسب شما نه؟ بله. خب این به اینجا به چی کار آوردین؟ اینجا بیادیم بچه‌ها میان سوار میشن، یک 4 رانی میبریم. آها این اسب کراییه. بله. خب این از اینجا تا به کجا به چند میبرن؟ از اینجا تا همون بالا 20 روپیه سری بمیدن. بابا اگه ما سوار شو چند میستنی؟ 50 روپیه. مبارک باشه. مگه غم نداری بوز بخر، اگه بوز نبود مرغ بخر. خب ما اگه سوار شما ما خیرات نمیشه؟ نه. چرا ماما جون؟ دیگه به شما خیرات روانیه. موشا خونه ما گشنگی مال لورس میره ماما، با ما خیرات روانیه. این می که دستم دیدیم. بسیار خوب ماما جان. روز چند کار میکنی؟ 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت. همینطور بعضی روزایی اصلا کاری نیه. خب روز چند تیل میخوره از 3 ساعت؟ از 3 ساعت اگه تیلا بریزیم 2 ساعت 2.5 ساعت تیل میخوره. خب چند بابا شما میمونه؟ چیزی نمیمونه فلان شکس. خب دیزل میندیم یا پتروله؟ پتروله. بسیار خوب بسیار خوب. اسب پترولی هم دوستای نازنین اگه دیده باشید همین اسب. ماما چه کار میشه یک دفعه خیرات بگذاریم من سوار شم؟ بفرمایید. حتما. بسیار خوب. دوستای نازنین این بود برنامه این هفته که برای شما تهیه و ترتیب شد. خدا کنه که لذت کافی از این برنامه امروز برده باشیم. دوستای نازنین داخل پل پشتور دیدین که واقعا جای زیبایی بوده. دوستایی که روزه گرفته بودن به میله هم بیامده بودم، ساعت اینم تیر شده بود، بالاخره یک جا خنوکی هم هست که اوبزی هم بکردم. دوستای نازنین بازم پیشتر هم گفتم برای شما ما حمایت کنیم، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم کانال هرات برگ
در خدمت شما هستیم. دوستای نازنین تمام ویدیو ما داخل کانال هراتبورگ است، یعنی همون زنگولگه که فشار دیم همه شما مشاهده میکنیم. همراه ما باشیم تا هفته بعد. شما رو به الله پاک میسپرم. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.